بابا برید بیرون از ویدیو دیگه، میخوام ویدیو بگیرم. برو بابا تو هم برو، میخوام بازی کنم. و سیکتی و سیکمان ما میخوام بازی برو گمشید بیرون، برو گمشید بیرون. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به پارت سوم گوز آف این گوست آف سوشیما دوبله فارسی، تمام فارسی همه چی. برو بیرون میگم. درم ببند. بچه فامیلن دیگه، متفاوت شروع کرد. این چی اینجا چیکار میکنه؟ برو بیرون. ببخش. خب بریم تو بخش قبلی. دیدیم که باید اینا رو به صورت مخفیانه و غافلگیرگونانه بزنیم اینا رو. Yes! او من وحشتناک دمیجم پایینه. HP ندارم. بذار یه HP بگیرم اینجا. Headshot. شات. با کمان هدشات کنه داداشی. تیر ندارم. بدبخت شدم، تیر ندارم. خب مرسی که زدیش. به سختی و ملامت های بسیاری مرحله رو ما طی کردی. من عصبانی میشم سکوت میکنم و تو ویدیو حرف نمیزنم بچه ها. اینجا چرا نمیشه لوت کرد؟ چی نداره. اعصاب ما خورد شد. زندونیا رو سلاخی کردن با دست بسته با تیر کشته شدن. تو مهم نیست. صبر کن، این آویز مال اونه. تجربه کردید.
اما خیلی سرده. kimdi? ما داریم دنبال یه زن میگردیم، یه کماندار. مغولا اونو همراه ما زندانی کردن، ولی آزادش کردن. بهش زره و کمان دادن. اون همسر منو کشت، همینطور بقیه رو. اون اجسادی که دیدیم اون استعدادشو به دشمن اثبات کرده و اونم به کار گرفتنش. خواهش میکنم، درد داره، تنها نذارین. به اندازه کافی دیدم، بیا بریم. پس خیانت. باید میکشتمش. سنسی تومه و آزادیشو برنده شد، به مغولا پیوسته. چرا همچین کاری کرده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خیلی اونو تحت فشار گذاشتم. چطوری؟ چی رو داری مخفی میکنی؟ سنسی حرف بزن دیگه. من جواب میخوام. اون به من حمله کرد، نه راه زنا. تومه چرا؟ اون فکرشم نمیکنه که سامورایی بودن چه شکلیه. شما باعث شدین بره سمت مغولا. منو قضاوت نکن. شما هم به من دروغ نگین. نمیتونم اجازه بدم تومه راه و رسم کمان منو به دشمن آموزش بده. پس جلوشو میگیریم. اوه شیت. این جنگ منه، نیازی به سلاح تو ندارم. نه، به من نیاز داری. این جنگجوهان که پیروزی رو کسب میکنن، نه سلاح. ارباب شیمورا خیلی خوب تربیتت کرده. با هم تومه رو شکار میکنیم، ولی به روش من انجامش میدیم. و وقتی زمانش فرا برسه شما هم به من کمک میکنین تا عمومو نجات بدم. بهت قول میدم ساکای. من آماده شکار تومه میشم. وقتی آماده شدی برای دیدنم به دو جای من بیا. تنهایی نمیتونیم عمومو نجات بدیم. به افراد بیشتری نیاز دارم. بانو ماساکا آداچیا پیدا کن. اگه هنوزم زنده باشه، یکی از بهترین جنگجوهای جزیره است. اول بریم دنبال این دختره، بهش قول دادیم که بریم. خب این دختر اینجاست. تو پیدام کردی. آره به خوبی از پسش برآمدی. باید متوجه اومدنش می شدم. به خودم اجازه دادم حواسم پرت بشه. این مردم دیدن که مغولا زندانیا رو به سمت بالای رودخونه می بردن. یه آهنگرم همراهشون بود. برادرت؟ ظاهرا همینطوره. داشتم به اردوگاه می بردنش، نزدیک خلیج کانادا. اونجا رو میشناسم. The Warriors Code. سامورایی پیدا کردی تا عموتو نجات بدی؟ دارم ساکا میرم میتونه به بهت کمک تهران. کنه. بعد از اینکه نجاتش بدی باورم نمیشه به زودی میبینمش. خیلی خوش شانسه که تو رو داره. احتمالا خودش مخالفه. برادر خواهرها برای همین موقع. خودت چی؟ خواهر و برادر داری؟ ارباب شیمورا تنها خانواده منه. وقتی آزاد بشه چی کار میکنی؟ نفس راحت میکشم چون اون موقع میدونم امیدی برای جزیرمون وجود داره. به همین شدت حسش میکنی؟ با چشمای خودم شاهد پیروزیاش بر ناممکنها بودم. بعد از اینکه برادر تو آزاد کردی بعدش چی؟ صادقانه بگم برای فکر کردن بهش وقت نداشت. سوارکار ماهری هستی. زخمات چطوره؟ تقریبا خوب شدن. بان پیچیت کار خودشو کرد. زیاد در مورد احساساتت صحبت نمی کنی مگه نه؟ یه سامورایی از احساساتش صحبت نمی. فکر کنم حق با تو. عموم بهم یاد داده که یه سامورایی احساساتشو مثل اسب یا شمشیرش کنترل میکنه. راه سختی برای زندگی کردن. قرار نبوده که آسون باشه. اینجاست.
به این نکته جالبی که هست، خب درست سخت یه نقطه مپ بالاست که به کل نداره، رودخونه دید داره. چشم انداز خوبی از مپ اردوگاه نداره مغولا خب، ببین. ولی خب جالبه. مثلا این مثلا ویچر مپ داره، بازی فوق العاده یا و اگه ویچر مپ نداشته باشه آدم به چخ میره. مغولات ولی چند منظورم روز اینه که بعد این سبک بازی ها باید مثلا راه مپ حفظ نداره. باشه. خب جالبه یه دیگه. اون نگاهی زمان بنداز. مپ کجا بود؟ خب ویو رو ببین، تو آسمون رو باید ببین. بدون اینکه جون تا آسمون ما نمیای پر یه راه پرواز. بی خطر پیدا میکنیم. یه دیدبان داره. از اون صخره‌ای که اون طرف استفاده میکنیم. اگه سست باشن ممکنه فرو بریزن و جلب توجه کنن. همه رو میکشیمش دیوار کنیم. جلویی هنوز در حال ساخته شدنه. ممکنه راه ورود خوبی باشه. تا شب صبر میشه میکنم. دنبال یه شکاف تو دیوار جلویی باشیم. بی سر و صدا وارد بشیم. و کلک مغولا رو جایی که هستن بکنیم. اگه مشکلی پیش بیاد اونا زندانیا رو میکشن. خودم دیدم که این کارو میکنن. باید بی سر و صدا وارد بشیم. مثل دزدا؟ مگه چه اشکالی داره؟ نه قبل بریم، از سامورایی‌ها این جزیره توسط جنایتکارا اداره میشد. نه بعد بریم بگیم سلام با من مبارزه کنید، بعد بریزن خارمون رو بگیم دادیم. اسمشه. ما بر اصل شرافت زندگی میکنیم و گاهی هم بر همون اصل میمیریم. مثل پدرم که فقط میخواست خونه ای امن‌تر برامون فراهم کنه. منم دقیقاً همینو میخوام. ولی باید مقابله به مثل کنی. داداش من به عموم قول دادم که اصولمون رو نشکنم. پس خمش کن. برای نجات خانواده من و خانواده باقی مونده خودت. پس بهتره بریم که از نزدیکتر یه نگاهی بندازیم. تا تاریک شدن هوا منتظر میمونی. داشت نمیشه بدون مفقی داد بزنه بگی سلام بیاین من بکشم. تاکا چیزای زیادی از سر گذرونده حتی قبل از یورش. ولی تو مراقبشی. یه نفر باید این کارو بکنه. از دزدی کردنم متنفر بود. ولی یا باید این کارو میکردم یا گرسنگی میکشیدیم. منم سامورایی بودن رو انتخاب نکردم، ولی عمل کردن برخلاف غرایزم، اصولم. بهتر از نابود شدن به دست مغولاست. باید مقابله کنی به هر طریقی که میتونی. درسته. از اینجا مخفیه رو یاد میده دیگه، مخفی کاری یاد میده. اساس این بازی در بیاریم. اگه ما رو ببینن زندانیا رو میکشن. پس بهتره بی سر و صدا بمونی. بی صدا گروشونو میبریم. اوکی. چون نمیمیره بیناموس. نرو تو خاطرات دیگه، تو رو خدا. به چی فکر میکنی جین؟ خرسه داره با پای لنگ میدونه. تیرت زخمیش کرد. اون هیولا در چنین لحظاتی از همیشه خطرناک داره. گوش به زنگ باش. بله عمو جان. میریم دنبالش. فکر نمی کردم خرسا اینجا زندگی کنن. نمیکنن، ولی جنگ یاریکاوا بعضیاشونو به اینجا کشونده. پس تقصیر یاقی است. باید به عنوان مجازات اونا رو به خورد خرسا بدیم. ما بربر نیستیم جین. نورش خیلی زیاد نی. خرسا اینجا زمین خورده. داره میمیره؟ نه، ولی داریم نزدیک میشیم. آماده باشین. بله عمو. اگه زنده باشه میشه شانسمو امتحان کنم؟ ثابت کن که میتونی احساساتتو کنترل کنی. بعدش شاید. گرفتیمش. مراقب باش، ممکنه هنوز زنده باشه.
امکان نداره این تیر باعث مرگش شده باشه. ببینم پهلوش جای زخمه ولی نه زخم تیر. جلو رودش ریخته. یه آدم کش بود. فکر کنم از یاریکاواست. خواه از پشت به جیتو حمله کردی؟ ارباب ساکای خودتو کنترل کن. ما مثل این مردی که اینجاست جنایتکار نیستیم. ما سامورایی هستیم. اون سعی کرد شما رو بکشه. باید با جونش تقاصه این خطا را بده. تو چشماش نگاه کن و نشونش بده یه سامورایی هرگز از روی خشم و ترس کاری نمیکنه. جونشو بگیر ولی با شرافت. وقتی مبارزه میکنیم ما با دشمن روبرو میشیم. انقدر خفنه من اصلا یه حرف نمیزنم. خدایی دارم لذت میبرم. تو چشمشون نگاه میکنیم با احترام و شجاعت. این چیزیه که از ما سامورایی میسازه. فقط بزدلا از دل سایه ها حمله میکنن. باش این ما فرق میکنه. این استراتژی که جین چی شده؟ بیا برادرتو پیدا کنیم. نباید بذاریم ما رو ببینن. حواستو جمع کن. مثل یه دوست فکر رو حرکت کن. بگی دوز میتونی سر صدا کنی. اوکی باجی من اون دکمم خرابه. نمیشه یه دکمه دیگه ای بذاری. اسکلور موس هم خرابه. با موس دوم کار میکن. یعنی همزمان هر دوتا وصله ولی خب برای جاهایی که این استفاده میشه وای این خیلی باید استفاده بشه. مجبورم دو موسه بازی کنم. اوکی یه دونه اونوره. تیر برداشتم. اوکی اینم میتونیم بزنیم. حاجی تا حالا دو موسه بازی نکرده بودم. پشمام. حالا هم موقعی که میخوام اینو بزنم دارم اون موسه رو میزنم. یارو گادپوری کسوا. همکاری عالی بود. خوش من اومد. که مرده. پشمام آجی سراشونو زدن تو این. داره میاد بشین اینجا. داخله. با تو شمشیر رو در بیاری داشت وزش توپ بزن.
اوکی اوکی اینجا یه دونه بیرون یه نفر هست مهم نیست. یه زندانی درست. بیا بفهم. نه ساکان است. نرو بیرون نرو بیرون نرو بیرون کسخل. چطور وارد اینجا شدی؟ آها باید بریم بعداً صحبت میکنیم. پاشو گوش چه نگو بریم. بریم سمت رودخونه. اونجا در امانیم. رودخونه از بالا نمیرن که پایین میرن داداش. تو یه سامورایی بدون اربابی. بودم. از وقتی جیرشون کم شد ازشون جدا شد. ارباب شیمورا دستگیر شده. یه شمشیر اضافه برای آزاد کردنش به کارم میاد. دنبال کار میگردی؟ نه ولی احتمالاً کلاه اسیریای دیگه باشن. آخرین چیزی که شنیدم این بود که توی قلمرو سوتسو تو ساحل نزدیک علفزار کیشی دارن مغولا رو شکار میکنن. ما داریم دنبال برادرم میگردیم. یه آهنگر به اسم تاکا. از برادرش نیستی؟ فکر کنم تاکا هم داره به اونا کمک میکنه. به کجا؟ از خلیج آزامو صحبت میکردن و یه آهنگر توی آخرین گروه بود. یه مرد جوون ریشدار. احتمالاً اهل یاریکاوا بود. به نفعت راست گفته باشی. امیدوارم آهنگرتون رو پیدا کنید. تاکا توی خلیج آزامو زنده است. شهر با دیوار محصور شده. بدون نقشه وارد شدن فقط جونشو بیشتر به خطر میندازه. یه دوستی دارم که احتمالاً میتونه ما رو تا داخل ببره. پیداش کن. هرچی زودتر بتونیم تا کارو نجات بدیم اما ما زودتر نجات میدیم. جین آجی این اگه فارسی نباشه آدم هیچی نمیفهمه از به اینو. محض اینکه تاکا آزاد بشه هرچی بخوای برات میسازه. ولی بعد از اون ما از جزیره میریم. خودت دیدی مغولا اینجا چه کارایی میکنن. ارباب شیمورا میتونه جلوشونو بگیره. بمون. کمک کن برای خونمون مبارزه کنیم. خونه هر جایی که من و تاکا اونجا باشیم. دوستم تو قلمروی آزامو زندگی میکنه. هم مرز سوتسو. اونجا میبینمت. میدونم آسون نبوده. زیر پا گذاشتن اصولت. من کار درستو کردم. ممنونم. اوکی کستل کانادا. ارباب شیمورا لیاقت تو بیشتر از این هست. مردم تو متقاعد کن تا دست از مقاومت بردارن و خودت هم اون وقت میتونی بری. انقدر وقت منو هدر نده. منو بکش. فکر میکنی همه چیزو از دست دادی، ولی برادرزادت هنوز زنده است. جین افراد من کنترل جاده ها رو در دست دارن. در نزدیکی شهرها اردوگاه میسازن. همه چیزو میبینن و به زودی پیداش میکنن. ارباب ساکای تا آخرین نفسش مبارزه میکنه. منم همینطور. تو دوستش داری؟ درست همونطور که مردم تو دوست داری. برای اونا مثل پدری. به عنوان پدر بچه ها تو رها میکنی؟ هرگز اونا رو به بردگی تو نمیسپارم. خب دوستان اینم از پارت سوم بودی. آره پارت سه بود. آره دمتون گرم مرسی که نگاه کردید. پارتا رو پشت سرم دارم براتون میذارم. هر روز دارم آپلود میکنم. چه ویو بگیره چه ویو نگیره من وظیفه‌مه که بذارم. شما دوست داشتید نگاه کنید. لایک ویدیو فراموش نشه. پایان پارت سوم اینجا. بعدش اینکه پارتا رو پشت سرم میذارم. اگه قبلی رو ندیدین برید قبلی رو ببینید. اگه بعدی‌ها رو اگه دارین میبینید بعدی‌ها رو احتمالاً گذاشتم یا فردا میذارم. دمتون گرم. فعلا تو پارت بعدی رو از دست ندید. چیه این؟ هیچ. تا پارت بعدی خداحافظ.